پادشاه تا کجا را حقوق داره؟ حقوق بشر تا کجا را؟ او در حقوق خدا دخالت حق داره یا نه؟ پیغمبر نداشت. بشر حقوق داره که در قانون مثلا خدا را پایمال کنه یا که یگان دیگرگون کنه؟ بشر حق داره؟ نداره حق. عیبی کیه برادرها؟ ما اهل اسلامیم، 90 چند درجه همه تاجیکستان به زبان خود گفته ایستادیم که ما الحمدلله مسلمانیم. بگه که ماشین در کار ما، خونه در کار ما، خب چی زندگی دارید؟ ما مرحمت خودت ارمیه برای خوب میخیز میرم. یکی بگه نماز نخون، روزه نگی، مسجد نره، درس نگو، یا حقوق بشر نیستن. همه چیز ما بگیره برای که نگه همین مردک دروغ میگه یا که درویه، برای همه چیز ما بگیره. من روزی پروا ندارم. یکی در مقابل اسلامم انا همه جا شهادت در همه جا توغری میگیره، نه برای